Caiu, vai, Zeca. Quase bater. Para aqui, te passa bater. حالا برو که توپا نگریزن. ما اونجا شدیم، اونجا سطلاش هست، ما برو مشناسم. آفرین افروشک، برو کار تکن. خینا جسویا خینا جسویا امروز ما شما در مورد فوتبال و انکشاف فوتبال زیاد صحبت کردیم. خدا کنه که را فراموش نکنین و در مورد خود و انکشاف فوتبال توجه بکنین و همچنان موضوع اخلاقی را فراموش نکنین که جزء اساسی ورزش است. میفهمین که یک ورزشکار خوب در جامعه از روی اخلاق خوب شناخته میشه و مورد احترام قرار میگیره. از این کال تمرین میکنین، برین سرانای تمرین تان بپوشین. استاد هر روز نصیحت کرده کله ما را خورد.
مرا حالا گنجس بده. گل! حالا تویش جمع کو. به شک دست باشش. فوتبال حالا سکو. این توپ سر مرم دوست دارم. یک روز کلیتم خود دوست داشت. خیر امید او روشن است. بیبی جان یک ذره تیکه کورنا نداری؟ بر بچه با پسخانه را بپل پیدا میشه. همین چی کردی؟ خانه رو گدوت کردی. این چیز از دست تو جان نمیمانه. مریم جان بان که تو بازی کنم. چی؟ تو بازی در خانه؟ من میرم بیبی جان من میگم. بیبی جان امید در خانه تو بازی میکنه. خانه رو کت خاک یکی کده. بانش بچه از شوق داره. بیبی جان بس از دیگه همید یک ذره شرم کبول که تو بده بیرو. خوب میرم مقصد چادرتم در بین تو بس. چی چادر من؟ مریم جان خیره گریان نکن بیگی چادرتم. از تو باشه. چی حال انداختین؟ اینو برتون چای آوردم دوا نکنین دوست داشته باشین یکی دیگه تانه میشینین شما چای بخورین من برم نماز بخوانم. مریم جان بیا که چای بخوریم دیگه آزارت نمیتم. او بچه کار میکنی یا فوتبال سر میکنی؟ سلام استاد شما. و علیکم بچه یک جوز بده. بچه شماست. نام چی است؟ امید استاد. از جوز فروشی چیز جور میشه؟ خوب است استاد بیا چی کنم. نامت حمید گفتی؟ بله استاد. مکتب میخوانی؟ بله استاد. صنف چند هستی؟ صنف 7 استاد. مثل که فوتبال زیاد دوست داری چرا فوتبال نمیکنی؟ ما فوتبال نه شینکاک دارم نه لباس نه یادم دارم. اگه فوتبال کنی ستلایت چی میکنی؟ اینجا می باشه کسی غرضش نمیگیره. خب باشه. چند شد بچیم پیسیت؟ خیر است استاد پیسه شد نتین. نمیجیم. پیسیت بگی به فکرم در پا میشه.
بچه چی رو گریان میکنی؟ ات در چشم خواب رفته. پیسه با آخر تمرین میتونی. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. خدایا مرا در این را کامیاب بسازتان او سگکای و تربیت درست کنم. خدایا اولادی وطن دیگه یتیم نساز. خدایا جنگ از افغانستان دور کن. خدایا دشمنای افغانستان را سرنگون بساز. خدایا پرده ما و نواسای مکو. خدایا نواسگکای ما در راه راست هدایت کن. خدایا خدا به تو سپردیم، تو نگهبان ما باشی. خدایا آمین یا رب العالمین. ای ملت قهرمان نام خوشت جاودان. امید بچه اومدی بخیر مانده نباشی. سلام بیبی جان. و علیکم بچه. امید جان امروز خوش معلوم میشی. بسیار خوش هستم. چی شده که خوش هستی؟ امروز تیم من مسابقه را برد. تیم تو تیم از کجا کردی بچه؟ کالای کی را میشویی؟ کالای از همسایه است کریم خان. بیبی جان امید الان دادن خدا شیرین میکنه و تیم ما برد. او دختر تو دیگه پا نمیفهمی. همون تیمی که دوست دارم همون از ماست. همشون رفیقای ماست. مبارک باشه اشکه که نزنشی. دعوا نکنین برو هاو بکش از بمبه بیار کودور خالی است. امید بچه تو هم تیل بر که چراغ تیل نداره. بچه‌شم بیبی جان. بیبی جان تمام روز بسیار خوش بودم. تیم ما خوب بازی کرد. بچه ما هم خوشی شما را از خدا میخوایم، اما کوشش که از سبقات بس نمانی. بچه‌شم بیبی جان. این خوش شود از تیم فوتبال خواهم بینه محچم که چیز جو شود. بیبی جان کچالو خوب مزدار هست. بچه حمید بیا اینجا. مرا گفتی؟ بله آخر کی را گفتم؟ سلام. و علیکم سلام. بی که ما امروز برات یک تحفه آوردیم. زود شویره بپوش به میدان بیا که تمرین میکنیم. بیا دیگه او بچه. این گلناو کیست؟ یا ما فروش است. استاد به کار مانده که فروش فوتبالر میسازه. بچه های عزیز، از این بعد حمید جان همراه ما و شما در تیم بازی میکنن. از این که نو است همراهش همکاری کنین. یا فروشی کنه یا فوتبال کنه. برین چیزی که من میگم اما تو کنین. برین.
زیدان افرش برتو بیار. تمرین برای امروز بس از بچه ها. مرا افرشه یک دنجس. سرا این کپو خوب نیست. هر کس انسان است. غریبی و کار عیب نداره. افرشی انسان. اپا. همیجان گوش کو که چی میگومد. انسان اگر کوشش و تلاش کنه به یک جای میرسد. تو هم حوصله کو زیاد تمرین کو بالاخره یک خوب میشی. بچه ها سر من رخشن میزنن. خوش نیستن. میشه یار پس بگیری؟ پشتی گپای بچه ها نگرد. به زودی کلش رفیقایت میشه. فهمیدی؟ خب هرچی که تو میگی. آفرین. بیکی ستایته که بریم؟ به خاطر آینده خوبت امرایت تمرینای خصوصی هم میکنم. امید جان بچه کالای را کستاد برای داده بسیار مقبول است. بیادر جانم شوکتم کالای خود خواه فوتبال کده. استاد ما بسیار مهربان است. اما بچه چی کرده بچه؟ ایش بی جان. يقول ناقص ناقص نه ما افروش صد بکار من که افروش فوتبالر بسازم. تا چی فکر هستی؟ فوتبال میکنی؟ چند گل زدی؟ او دختر تو خیلی از رخشندید نفتیدی. بی جان امروز جمعه است. من بیرون برم. برو بچه ماما وقت خراب است. بسیار فکرت بگی. مریم بچه امروز باید کالاشویی کنیم. دی روز جمعه؟ خیر از بچه مجبور هستیم. چطور کنیم دیگه؟ بیای بچه ها سوتری کنیم. چی سوتری کنیم؟ بیای که فوتبال کنیم. تو چی میگی او بچه که در کجا فوتبال کنیم؟ ما که توپ داریم. ما در خانه یک توپ دارم. الازش تو بیار ما تو قید میدان جور میکنیم. صحیح. ما در تیم فوتبال تلاش شدیم. استاد ما بر ما کالا داده. راست میگی؟ راست میگم کالایم در خانه است. خب اشکلی کلا دنیا را نبری. حالا شفیق آمد بیا که دی تیم جوشیم. بیا از ابی که نفر خوش کنیم. خوش کو. خوش ما شاداب. خوش ما حمید. خوش ما وسیم. خوش ما رامین. خوش ما حمید. خوش ما قاسم. خوش ما مسافر. خوش ما حیدر. خوش ما صفی. خوش ما قاسم.
باش که من بگم خیر از دیگر روز قصدشم میگیریم. سلام وعلیکم جان. آمدی بخیر. زود شو بچه مکتب وقت شده. بابا جانم باید فوتبال ما بگی. مرا بچه. خداحافظ. برو بخیر بیر بچه. زود برو مکتب وقت شد. صبح بخیر. بخیر آمدین. کس غیر حاضر نیست. امروز بخیر درس جدید را شروع میکنیم. آماده هستین؟ معلم صاحب اجازه است. او بچه این وقت آمدن است؟ سر صورتش است کو؟ کالای دستی کو؟ چبلقای دستی کو؟ این مکتب است یا کوچه؟ برو بشی. بچه ها رکت کالای چتل نکنی. چه بشینه خیلی که غریب است. پای من چتله. بیا می جان پالی من خیر است. غریبی سرک است. آفرین. میفهمین درس امروز ما چی هست؟ رعایت یتیم. چی؟ آفرین. گوش بگیرین، خوب درست گوش بگیرین. من براتون یک دفعه میخوانم. بر سر بالین بیماران گذر، زان که هست از سنت خیر البشر. تا توانی تشنه را سیراب کن، در مجالس خدمت اصحاب کن. خاطر ایتام را دریاب باز، تا تو را پیوسته حق دارد حزیز. چون شود گریان یتیم ناگهان، عرش حق در جنبش آید آن زمان. چون یتیمی را کسی گریان کند، مالکم در دوزخش بریان کند. آفرین آنکه خنداند یتیم خسته را، مرا فرشه یک دنجیز. بازی آمد جنت صورتش را. کالای تسیکو، چبلقای تسیکو. این مکتب است یا کوچه؟ فهمیدین؟ یا باز بخوانم؟ کی فهمید؟ آفرین، نام خدا. گوشش زیدان آمد. او بچه کم انسان شو. هر کس از صفر شروع میکنه. همه ما بنده خداستیم. خیر است که یکی معتبر و یکی غریب است. کوشش کو از گپایت بانی. از دست من خیلی فروش روز خبر نمیدیم. برین بخیر تمرین شروع کنیم.
لنج شده منظم. و بچه چی گپ است؟ بازی کنین؟ هیچ استاد توپ داشت کم امید خورد آگار شد. نه نازن است جور میشه. تمرین میتونی؟ بله استاد چیزی نیست. بریم. و بچه بیاین یک مسابقه دوستانه بکنیم. و بچه میره تقسیم کنیم بکشیم. حالا است تقسیم کنیم. آها گپ بزنیم میره شما خاموش بمون. نه بابا چه کمی از خدا بترس. چی نقص برات رسانده؟ خیره که غریب است. به خیالم تو رو مجلت کردم. و بچه چی گپ است؟ بین خود دوست باشین. استادی سراج نه از خدا میترسه نه از ما شرم داره. ببین یک دفعه تو به شکمش زده، یک دفعه پای خود قصدی پیش پایش مانده. خیلی جور میشه. یک ذره شرم بکن. تا به کی کارا رو میکنی؟ استاد قصدی نبود، فوتبال گپا رو داره دیگه. اگه نمیتونه برو فروشی خود کنی، در فوتبال چه غرض؟ دیدی استاد؟ چی رو دیدی؟ برین استا شوین. اگه نه باز من تصمیم خودم میگیرم. خیر استاد صحبه شد. قصدی بود. بالا شد. حمید جان بچه مانده نباشی، شکر که به خیر آمدی. سلام بیبی جان، زنده باش. امروز مانده معلوم میشی بچه. فوتبال که خدا به ما نشان میده. مریم جان بچه کوشش که قدر بیادر جان تا بفهمی.
از یک طرف مکتب میره، از یک طرف به خاطر موتو او فروشی و جز فروشی میکنه، فوتبال میکنه. تو دیگه گپا رو نزن بچیم. بیبی جان، من بیادرکم از خود کده بسیار دوست دارم. خیمه کور آزار نتم، خیلی را آزار متم. کاش که پدر مادرم امروز زنده می بود که سر امید بیادر جانم قفش را نمی آمد. امید جان بر چای پردم. نه مریم با من یک سفر. خدایا زندگی را سر ما آسان بساز. کمک های همیشگی سری دختری بچه بکو خدا. بیبی جان من پیش بیادر جانم. بر بچه مشک آزارش ندی. خب جان. بیادر جان آمدم باز آزارت بدم. نه مریم جان، من امروز آرام با. خوب، من امروز کل کارایت میکنم. تشکر خوارک. من میرم تو خوشو. خوب مریم جان. رسیدی، واقعا قهرمان هستی. استاد دیگه نمیتونم. بیا انرژی بگیر. تشکر استاد.
همش باختیم. شاگرد چک شد زدی. شک عالی، گل تاریخی زدی. آفرین بچه ها. کوشش شما امروز ما را سرفراز ساخت. به سطح پایتخت قهرمان شدیم. آفرین حمید. کوشش خودت بود و اعضای تیم بود که ما امروز برنده شدیم. گوش کنین بچه ها. یک مسابقه خیابانی بین 48 کشور در کشور استرالیا عنقریب منعقد می شود که خوشبختانه از کشور ما تیم ماشما دو انتخاب شده. برین کوششتان بکنین که قهرمان واقعی باشین و ما موفقیت‌های همیشگیتان را آرزو دارم. مریم بیشی که برای تو بی جانم یک خوشخبری دارم. راستی دو خوشخبری دارم. حمید باز چی کمال کردی؟ چی گپ است بچیم؟ بی جان بسیار خوشخبری کلان است. خوب واه واه نازش سیل کو بگو دیگه چی کردی؟ مریم تو کلان شدی از اشتکیت نماندی. تو هم خود کلان شدی مگم از ناز کردنت نماندی؟ بی جان جان یکی که ما در فاکولته ادبیات کامیاب شدیم. خدا شکر به دربارت که نواسی مرا دعیت رسوندی. بیا پیشیم بیشی بچه گل مادر. بچه قندم شکر خدا. بچه گل مادر. حمید شیرینی گشته دیگه. خب دیگه چی کردی؟ بی جان دیگه ای که تیم ما در استرالیا میره و در مسابقات جهانی شرکت میکنه. ما میرم. بچه می استرالیا کجاست؟ در چی میرین؟ بسیار دور است. در طیاره میریم. 10 روز تیر میکنم. دقیقا دعا کو بی جان. بچه قندم من که هیچ دوری تر طاقت ندارم، اما تو خوش باش. من دعا میکنم که کامیاب شوی بخیر. بچه قندم. خب یا درکم در طیاره میره بر من چی میری؟ بر تو یک تا گودیگک میارم که تیش ساتری کنی. حمید پدر جان کمکتان کنم؟ آه بچیم خدا خیرت بده. معلم صاحب اجازه است؟ او بچه این وقت آمدن است؟ سر صورتش است کو؟ کالایت است کو؟ چبلقایت است کو؟ این مکتب است یا کوچه؟ برو بشی. بچه حرکت کالای چتل نکنی. شما خود استاد ما در مکتب تکنیک بودین، چرا قدر ضعیف شدین؟ مریض شدم بچیم، پایم تکلیف داره. در کدام صنف؟ در صنف هفتم، معلم دری ما بودین. عمر است که تیر میشه. یک وقت ما جوان بودم شما کودک. حال ما پیر زیر. شما جوان هستین. بله استاد، بریم، موتر نیست. حالا چه مصروفیت داری بچیم؟ در پانتون درس میخوانم و نیم روز در یک دفتر کار میکنم و فوتبال هم میکنم. بسیار خوب. اونم موتر آمد، یک بالا شیم. بله مریم، حمید هستم، از استرالیا گپ میزنم.
و همین چطور هستی؟ خوبش کردی؟ جان مادر کلانم چطور است؟ تو چطور هستی؟ ما خوب هستیم. مسابقه رو چطور کردیم؟ وشکو بینی ما رو نبره. نه مریم در فاینال برآمدیم. فاینالش چیست؟ تال 12 مسابقه کردیم کلگیشه بردیم. اگه مسابقه آخره ببریم بخیر قهرمان میشیم. به شکتان. گوش کن مریم جان، مسابقه فاینال ما رو سواد تلویزیون نشان میده. تو و مادر کلانم در دفتر ما برین مسابقه رو ببینین. ما امرایشان گپ زدیم. تو هم هستی؟ بله بیادرکتم در تلویزیون میبینی. هورا ما میبریم. خدافظ. بی جان سلام بگو و برش بگو ما بخیر زود میایم. خدافظ. خدافظ. بیبی جان، حمید از استرالیا تلفن کرده بود. خب چرا مرا نگفتی؟ زود قطع شد. گفت که تابال کل مسابقه را بردن. صبح مسابقه قهرمانی دارن. قهرمانی دیگه چی است؟ گفت که اگه مسابقه سبا رو ببرن در استرالیا اول میشن. خودش چی وقت بخیمه؟ گفت که 3 روز بعد میایم. سبا مسابقه قهرمانیشون کت روزها دارن. از شما خواهش کردن تا باشون دعا کنین تا مسابقه رو ببرن. دعا میکنم بچم خدا کامیابش کنه. بیبی جان، حمید گفت که سبا مسابقه رو در تلویزیون نشان میده. شما در دفتر ما برین مسابقه رو سیل کنین. خدا حمیدم نشان میده که بریم. بله بیبی جان، در دفترشان تلویزیون کلان است. سبا هر دوی ما میریم مسابقه رو سیل میکنیم. 3 روز بعد میدان همایی میریم که بخیر حمیدشان میایم. خدا بخیر بیاره لانا و سگکم. خدا بخیر بیاره بیادرکت بچم. سلام، ببخشید میشه کمره قهرمانان وطن خود گپ بزنم؟ بله بفرمایید. خدا کنه که مزاحم نشده باشم. من پشت ذره سر خاک وطن خود دق شده بودم. شما بر من خوشی آوردین. نام شما چیست؟ نام من حمید است و نام رفیق من مجید. ما خو مزاحم نشدیم؟ نه به هیچ وجه. بفرمایید. حمید جان ببخشید دیگران منتظرم از شما 2 نفر گپ بزنم. میشه که یک جای بشینیم؟ بله بفرمایید. نام شما چی است؟ و چقدر وقت میشه که در استرالیا هستین؟ نام فرشته است. مدت 12 سال میشه که در مملکت بیگانه زندگی میکنم. اگر راستش پرسان کنی هیچ چیز از اینجا خوشم نمیاد. همیشه در فکر وطن خود هستم. آرزویم است که یک دفعه افغانستان عزیز برم و آرزویم صلح در افغانستان است. بله وطن خو وطن است. هیچ جای مثل از اون نمیشه. شما امروز دوباره با این فوتبالی که بازی کردین بر من زندگی بخشیدین. شما قهرمان وطنم هستین. چقدر معقول بازی کردین. خدا مهربان است که قهرمان شوین. تشکر. ما خو به خاطر این نام نیک وطن است که آخرین تلاش خود میکنیم و امیدوار هستیم که روسیه رو هم شکست بدیم. فوتبال در کجا یاد گرفتین؟ بعض انسان‌های دلسوز هم در افغانستان هستند که به فکر ما و برای ما جوانا کوشش میکنن. مدت چند سال میشه که فوتبال بازی میکنین؟ قصه فوتبال ما دور دراز است. تقریبا 10 سال میشه. در افغانستان چی کار میکردین و اعضای فامیلتان چند نفر است؟ خودم هستم، خوارکم است، مادر کلانم. چرا مادر پدرتان؟ چرا امید برادر مادر پدر ندارید؟ آیا اونو فوت کرده؟ بله فوت نکردن بلکه کشته شدن. مرا ببخش امید برادر که جگرخون ساختم. خیر باشه. وطن خوی غما را داره. پدر و مادرم زنده بودن. ما یک زندگی خوش داشتیم. و هر روز ما او خوارک من نوازش میدادن تا که یک روز بدبختانه مادر جان اولاد شما رو به عذاب نمیسازن. دی بچم شکر از استاتری خانه سگن امام تق میارم تنها در خانه. حمید جان مریم جان بیبی جان رو به عذاب نمیسازین؟ نه پدر جان. آفرین بچه. آفرین پدر جان مرا بیبی جان ها به تکلیف. آفرین. خدا مادر جان حوصله بده. اگر این مشکل است طفل نگاه کنم. بله خدا ما را توانایی بده که بتانیم اینا را تربیت سالم کنیم تا بتانن در آینده یک چیزی بار بیارن. خب مادر جان جان من برم کلام تبدیل کنم
خدا وقت وظیفه شده. پناهت به خدا بچه، بخیر بری و بخیر بیایی. امی جان بی جان به عذاب نمیستدی؟ نه. وعده میکنی؟ وعده. آفرین بچه. مریم جان خودتا؟ نه. شوخی نکنی خواه؟ خدا تسمانی پناهت به خدا بچه. شوهر جان امید مریم جان خدا کنه مادر جان به عذاب نسازن. چطور کنیم کار هر روز از خدا مادر جانم حوصله بده. عبدالله من امروز وقت خانه میرم. چرا؟ کار دفتر کم هسته، رخصت میرم کار خانه زیاد است تا او را انجام بدم. خوب است. امید مریم هم از دیدن خوشحال شدن. ما وقت آمدن کم سودا همراه خود میارم. بیاین نزدیک شوین یک چند دقیقه صحبت کنیم. به نسبت رسیدن این موقف یعنی فاینال بازی ها برتان تبریک میگم. این نتیجه زحمت کشی شما، تعهد به وطنتان و احساس مسئولیتی بود که همه شما انجام دادین. من بسیار خوش هستم که شما بر افغانستان، کشوری که مدتها در جنگ بود، نام نیک کمایی کردین. مسابقه امروزی ما با یک کشور قدرتمند یعنی روسیه است. شما تمام بازی های از اونها را دیدین که چقدر قوی بازی کردن و هیچ باخت هم ندارن. امروز مسئولیت بزرگی به دوش ما و شماست. باید کوشش کنیم که این فرصت قهرمانی را از دست ندیم. چی فکر میکنین؟ برای شکست دادن این تیم قوی آماده هستین؟ بله استاد. خودت حمید آماده هستی؟ بله استاد، آخرین تلاش خودم میکنم. آمادگیتان بگیرین و دعا کنین. بله بینندگان عزیز، امروز مسابقات قهرمانی فوتبال روی سرک استریت فوتبال را بین تیم‌های افغانستان و روسیه به طور مستقیم مشاهده می‌نمایید. این مسابقات از مدت 8 روز به این طرف بین 48 کشور از سراسر جهان در شهر ملبورن استرالیا برآ افتاده است.
این قهرمانان افغانستان است که غرض داخل شدن به میدان قهرمانی آمادگی میگیرند. ناگفته نماند که حمید در کامیابی تیم افغانستان بسیار نقش بالایی را داشته است. امروز بعد از سالها جنگ در افغانستان روز فراموش ناشدنی است که هزاران تماشاچی که اکثرا افغان‌های مقیم از سراسر استرالیا هستند جمع شدند و مسابقات فاینال را تماشا می‌کنند. هزاران تماشاچی دیگر از طریق تلویزیون‌هایشان این مسابقات جالب را دنبال می‌کنند. همه در خوشی به سر می‌برند. یکی از خوشی گریه می‌کند، دیگر می‌خندد و دیگر هم رقص می‌کند. Initiatives to come out of that, so on the opening ceremony. بیبی جان اون حمید بچه دیدمش. Really appreciated that support. All right, Foss, thank you for that. It's time to return pitchside now for the national anthems of Afghanistan and Russia. سرود ملی افغانستان. سرود ملی روسیه. بله، مسابقات آغاز می گردد و هزاران تماشاچی بی‌صبرانه منتظر آغاز هستند. Wherever they come from. Well, we're just minutes away from kick-off to the 6th Homeless World Cup final. It's Afghanistan up against Russia. Don't go away. It's live and exclusive right here on SBS. Between Afghanistan, who are the favourites, and Russia. Let's go to our commentator, David Bashir. Thanks, Les. Melbourne 2008 is where street football drives hope for a very important issue, which is global homelessness. And with the messages comes some exhilarating football during the week in Melbourne. It's the Homeless World Cup, the 2008 version. They symbolise hope. And the match مسابقه آغاز شد. Russia with early possession. دعا کو بچه که امروز در فاینال افغانستان برنده شود. یا خدا مهربان است. خدا کنه امیدشان ببرن. خدایا کمک کن که ما این مسابقه را ببریم. یا خدا مهربان است که امروز کشورمان امروز شکست بدن. یا توکل به خدا جوانای خوب داریم. بازیکنان هر دو تیم در تلاش کامیابی. گل از طرف بازیکنان تیم روسیه. مسابقات 1-0 به نفع روسیه. That's a very good work by the Russian goalkeeper. Almost another one for Russia. Devanyenkin sprays the shot wide. And here is Saeed Kassim, who must be fouled at halfway, and he is. Good decision by referee Fuller. Terrific spirit shown by all players in this year's Homeless World Cup. Saeed Kassim, just 3 months with the team, the 26-year-old. گل توسط بازیکنان افغانستان. Star player. مسابقه 1-1. تلاش هر دو تیم برای کامیابی. 3 دقیقه از مسابقه گذشته مساوی جریان دارد. He's the 22-year-old, has been the inspiration, the number 10 for Afghanistan. There's the opposite, number 10, Kashinyan for the Russians. They want to get to a 3-on-2 situation. Remember, one player has to be in the attacking half for either side.
That's the onside rule in street soccer. And another chance for the Afghanis and they score. گل توسط حمید، بازیکن افغان پرتلاش. حمید بله، حمید واقعا از خود در این مسابقات شایستگی نشان داد. And the number 11 was the scorer. They had and another great chance. That was Saeed Reza. حمید بسیار خوب بازی میکنه. تنها در مسابقات سابق هم بسیار گل زده بود. تمام بچه خوب هستن اما حمید بسیار زیاد. درسته؟ مسابقه 2-1 به نفع افغانستان. خوشحالی افغانها. تلاش حمید، شوت حمید. اوه، بد چانس. تلاش قهرمانان افغانستان. Big chance for Russia. The angle closed down by the Afghan goalkeeper. High tempo to this final. Homelessness to the consciousness of the Russian politicians and the public. A team based in St. Petersburg. And they've got a chance to equalise here on the angle. That's great goalkeeping. Terrific stuff there from Abdul Orfan. And Afghanistan have the chance to extend their break. But good defensive work by the Russians. It opens up. Oh, چه یک چانسی از دست رفت. From Saeed Reza, number 10, the captain. It opened up wonderfully for the favourites. The only team undefeated in these championships. Afghanistan, coached by Dr. Zia Shafiq, who of course is one of the great champions of homelessness and the disadvantaged in Afghanistan. گل به نفع تیم روسیه. Scored by the number 11, David. مسابقه 2-2 مساوی است. From Siberia, from two men in Siberia. So it's 2-2. And Afghanistan have the chance to equalise. Driving forward, Saeed Kazim. گل به نفع افغانستان. باز هم برتری افغانستان. مسابقه 3-2 به نفع افغانستان. حمید خوشی میکند. خاتمه یافت تایم اول به نفع افغانستان. In this homeless World Cup final, let's reflect on the atmosphere. It's not just been about sport, it's been about hope and a very serious issue. تایم دوم مسابقه آغاز می‌گردد. And I must say the Melbourne fans have come out in the rain and the sunshine, which is certainly bathing Federation Square. Or has been a brilliant display, and we heard before that Australia finished 22nd, and some fantastic performances by the Australians, Cohen Slaughter and Chad Bartosik in the awards at the end of the tournament for the top 5 player and top 3 keeper respectively. تلاش بازیکنان روسیه. Trailing 3-2 with Afghanistan scoring twice to regain the lead in that first half. Rolled out by the Afghan keeper. Abdul Orfan is the man in goals for Afghanistan. Gletnev is a consistent player for him, the number 12. There he is. Just trying to get players for a 3-on-2 situation. Now it's played square once more. Devin Yankin, he's combining there. Kashian, Devin Yankin, he's the 007. You can't miss him. The James Bond of this Russian team that trail 3-2. No one pulling the trigger and being closed down quickly as the goalkeeper creeps out right on the edge of that semicircle. The only place he can occupy on the pitch. And there it is, back to Zurablev. Any player encroaches into that, the defensive player will be... گل به نفع روسیه 3-3 مساوی. Tight on the ankle from Devin Yankin. What a way to equalise. It's 3-3 in the final. Looking for an option. Cut out. Russia. Afghanistan will look to win possession back, which they do.
They've got players streaming forward. باز هم گل برتری افغانستان. مسابقه 4-3 به نفع افغانستان. Again, they retake the lead. It's 4-3 in the final. او باز هم مساوی. گل توسط بازیکنان روسیه. So what excitement. That was from the number 11, Davidian, who scored some crucial goals. So 4-4 in the final. Roughly 5 minutes remaining. Afghanistan tight on the angle. Qasim, Reza. شوت توسط حمید اما دفاع. That was Mustafa. Safe hands there from Abdul Orfa. He rolls the ball out, but it's a turnaround possession. Big chance for Russia on the angle. The shot. گل توسط نجیب برتری افغانستان 5-4. خوشی افغانستان. Reza. Sharifi, Husseini, the number 10 for Afghanistan, which is number 8, Hashimi. Afghanistan leading 5 goals to 4. Qasim, square. And they nearly had a 2-goal cushion there. Reza was in a fantastic position to score. Qasim now defending resolutely. Disadvantage 2 against 1, but a quick break in for Afghanistan. But Russia win possession back. And Tetkev on the angle couldn't score. Kalachov. This is Kachayan. Kalachov. And again Orphan. دقایق آخر مسابقه 5-4 به نفع افغانستان. Afghanistan on the break, almost a 1-2 play played in Qasim. Qasim with another opportunity. Quick substitution there. Russia looking to fight back and win a second Homeless World Cup. Afghanistan to complete what would be a very, very satisfying victory. And not only the players but the fans alike and the neutral supporters. چند ثانیه به ختم مسابقه. The seconds ticking away. Afghanistan protecting a 5-goal advantage. Another goal would almost shut the gate on Russia. A shot. And Davinyakin again closed down by Orphan. اوه افغانستان قهرمان شد. خوشی افغانستان. برندگی افغانستان. تبریکی برای افغانستان. Searching for their second trophy at this level, but Afghanistan raising the awareness of homelessness. افتخار برای افغانستان. And thrilling the fans both in Melbourne and across the world. Davinyakin has to be consoled on the pitch, but all honours to Afghanistan. Davinyakin has to be consoled on the pitch, but all honours to Afghanistan. Thank you, Mariana, and a fantastic story, this Homeless World Cup, and was a fantastic story within a story, that Afghanistan should win it. I don't think I need to tell the viewers what that means to the Afghan people. Yeah, exactly right, and it almost reminds us, I guess, to the Asian Cup last year with Iraq's wonderful win as well, and the problems and issues they had back home, and how they were able to bring that into their play. For these guys, look, I think the point is this, and Mel Young made it at the start of the tournament, is that for this 15 minutes, they're not homeless, they're just footballers, they're just stars. The crowd loves them, everyone loves them, and I'll tell you what, they were some extremely good football played, and this Hosseini, the captain of Afghanistan, what a marvellous player. اهتزاز بیرق افغانستان.
ملت قهرمان نام خوشت جاودان شهرش شدی در جهان افغانستان افغانستان ای ملت قهرمان نام خوشت جاودان شهرش شدی در جهان افغانستان افغانستان نوشت زمین وفا از جوی ایمان بیبی جان اون امید کپ دستشه افغانستان